سلام. تو زبان آلمانی سوالهایی که با کلماتی پرسشی شروع میشن بهشون میگن و فرگن، چون بیشترشون با حروف و شروع میشن. ساختار کلی و فرگن به این صورته: اول کلمه پرسشی میاد، بعد فعلی که صرف شده، بعد از فعل صرف شده فاعل میاد و بعدش بقیه جمله میاد. کلمات پرسشی که خیلی مهمن was، where، wo، wann، warum، wie. با توجه به ساختاری که ما توضیح دادیم مثالا رو ببینیم. Wo wohnst du؟ کجا زندگی میکنی؟ Warum lernst du Deutsch؟ چرا آلمانی یاد میگیری؟ Wie heißt du؟ اسمت چیه؟ نکات طلایی هم ببینیم. فعل همیشه در جایگاه دومه. جمله با کلمه پرسشی شروع میشه. جواب فقط با بله خیر نیست، توضیح میخواد. حالا نوبت تو یه سوال با و فرگه تو کامنت ها بنویسی برام.